بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت همکاران عزیز و ملت شریف ایران. من سعی میکنم در موضوعاتی که همکاران در خصوص بحث مخالفت با این طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی یک دو تا نکته رو عرض کنم. ببینید، هیچ کسی نمیخواد اختیارات نمایندگان رو سلب کنه و بر اساس قانون اساسی هیچ کسی حق نداره کسی که نماینده ملت هست اختیاراتش، آزادی بیانش رو محدود کنه. ولی ببینید، در این آیین‌نامه‌ای که الان قرار اصلاح بشه، ماده 144ش اومده گفته طرح‌ها و لوایحی که میان دو شوری بشن، برن در کمیسیون‌ها، حالا بر اساس یک فوریت یا عادی 15 روز یا یک ماه تو اولویت قرار بگیرن، اونجا بحث بشه، مجددا برگرده بیاد در صحن. ببینید، اون چیزی که همه ما اعتقاد داریم و الان مورد اعتراض ملت شریف ایران قرار گرفتیم، در عین اینکه بنده شهادت میدم همه همکاران ما در مجلس 11 در حال تلاش برای حل مشکلات اصلی کشور هستند که به فرمایش حضرت آقا اولویت بندی که برای ما مشخص کردن، اولی موضوعش اقتصاد و بعدش فرهنگ بود. الان هممون نگران موضوعات اقتصادیم، معیشت مردم در تنگنا قرار گرفته. ولی ببینیم خروجی حدود 6 ماهه ما الان واقعا این بود، واقعا کمیسیون محوری بود، واقعا این بود که ما الان در کمیسیون ها موضوعاتی رو به صورت تخصصی برای اینکه اگر قراره بره شورای نگهبان همون موقع مسبب بشه، نه دوباره بره دوباره اعاده بشه، دوباره ما برگردونیم. الان ببینید طرحهایی که تا به الان مسبب شد چند بار رفت و برگشتی، رفته شورای نگهبان و برگشت. آمارهایی که از قوانینی که مسبب شده هم در مجلس‌های گذشته هم در این مجلس، ببینیم چقدرش اصلاحی است، چقدرش استفساری است. درست گفتن، نمایندگان اساره ملتن، مشاورینی دارن، ولی اینا اشکال نداره برن تو کمیسیون، اونجا مطالبشون رو در فضای کارشناسی مطرح کنن و اگر حرفی دارن، نظر کارشناسی دارن، اونجا در فضای کارشناسی بحث بشه. قطعا در فرصت 3 دقیقه یا 5 دقیقه در صحنه علنی که نمیشه در مورد موضوعات تخصصی بحث آنچنانی کرد. وقتی طرحی میره در کمیسیون، اون موقع کمیسیون صدر تازیل این طرحی که در حوزه اقتصاد یا معیشت مردم رو بررسی میکنه و او اولویت بندی میکنه، بر اساس اولویت بندی برمیگرده به صحن. یعنی هم از پیشنهادات غیر کاربردی و غیر ضروری فاصله میگیریم، همین که طرحمون پخته میشه برای اینکه بخوایم اون تصمیمی که میگیریم در نهایت حلی از مشکلات عدیده کشور باشه، نه قانون وضع کنیم برای قانون. فرمودن به گفته هیئت رئیسه نزدیک 380 تا طرح آمده. قطعاً به دلیل فرهیخته بودن نمایندگان محترم نمیتونیم بگیم اینا فاقد ارزشن، ولی واقعاً 380 تا الان اولویت کشورن. یا در بحث شفافیتی که بنا بود ما انجام بدیم، البته باید با یه نگاه تخصصی باشه. مطالبه مردمه، یکی از موضوعاتی که کمک میکنه در بحث شفافیت، ما بیایم بگیم شهر مذاکرات کمیسیون‌ها رو پخش بکنیم که اونجا مشخص بشه یه نماینده‌ای که الان رفته در یه کمیسیون تخصصی داره نظر میده، واقعا کارشناس اون موضوع، در اون کمیسیون وقت میذاره، براش مهم هست کارهای فرعیشو یه مقداری به تأخیر بندازه، بیاد تو کمیسیون مطالعه بکنه که طرحی برای حل مشکلات اصلی کشور مسبب بشه. به این دلیل به نظرم هم در ماده 44 هم در ماده 144 هم در ماده 149 اینجا اولویت رو داده به شرح مذاکرات در کمیسیون‌های فرعی و کمیسیون‌های اصلی. الان در همین مدتی که واقعا من شهادت میدم همه نمایندگان با دلسوزی هرچه تمام برای حل مشکلات مردم دارن تلاش میکنن طرحهایی رو بیارن در حوزه معیشتی، مشکلات مردم رو یه بخشی با ناکارآمدی دولت جبران بشه. ولی الان ببینید، ما در موضوعات اقتصادی یا در موضوعات دیگری کمیسیون‌های فرعی هم نظر داشتن، فقط در کمیسیون اصلی مطرح شد. یعنی اون هم‌افزایی که باید بین کمیسیون‌های مجلس اتفاق می‌افتاد اتفاق نیفتاد و خروجیش هم این شد. طرح آمد بیرون، رفت در فرایند تاییدیه شورای نگهبان، دوباره برگشت و آمد اینجا و دوباره مجبور شدیم وقت مجلس گرفته بشه. و یه نکته دیگه هم با عرض احترام خدمت همه همکاران، خیلی از این پیشنهادهایی که در صحن داده میشه بیشتر وقت گرفته میشه و میلیاردها تومانی که باید هزینه بشه برای اینکه این مجلس بتونه مشکلاتی از مشکلات مردم رو حل کنه، عملا اتفاق خاصی توی بعضی از موضوعات نیفتاده.